رفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه سیلی که هم بی‌اعتنایی آخوندا به زندگی مردم رو نشون داد و هم خشم مردم از حکومت رو. تو این روزها مردم هر جا که تونستن حق مهره‌های نظام رو کف دستشون گذاشتن. این هم اعتراف خود دزدا. یه چیز دیگه به شما، فرماندار ما در گومیشان وقتی بنده رو میبرد اونجا گفت آقای دکتر رحمانی من 3 بار امروز کتک خوردم از دست مردم، ناراحتن، حقم داشتن. بعد ماشاءالله یک هیکل قوی داره و آدم پرجثه است. گفتم چطوری تو 3 بار کتک خوردی چه تونستن تو رو بزنن؟ که بعد به من منظور میگفت اگه شما هم میری اونجا امکان داره بزنن تا می‌خواست اینو ما بگی. تو داستان کتک خوردن مال مردم خورای این نه اولیش بود نه آخریش. اعضای استبل وحوش هم از همین درد مینالن. با این تحریک که تو شهر خود من پریروز انجام دادن من قاعدتاً باید توی بیمارستان باشم. دستگاهی هم جلوی کار اینها رو نمیگیره. آقای قاضی شکار کردن که به بیمارستان داره میره که شکار. بله؟ شکار کردن که به بیمارستان داره آقای دکتر شیطنت ها هست دیگه. همین الان میرن تو کانال ها میذارن که آقا فلانی رو چوب زدن. این نصیب جنابعالی هم شده ها. همین چیزا نصیب شما هم شده و میشه. این دوتا مشنگ رفتن تو آب که مثلا با یک گزارش خیلی باورپذیر خشم مردم رو از سپاه و هر چی دم و دستگاه آخوندی کم کنن. بینندگان محترم شبکه 2 سیما، ما در سوسنگرد هستیم و متاسفانه تو زمین‌های کشاورزیشون هستیم. پامون رو زمینه اما آب وارد این زمین‌ها شده و اگر نگاه کنید می‌بینید که معیشت این مردم عزیز دیگه از بین رفته و قشنگ حالا احوالشون دیگه خیلی دیگه به خاطر این موضوع هم که باشه دیگه حالا آب گرفتگی هیچ دیگه به خاطر این موضوع هم که شده خیلی نامساعد هست. الان وضعیت سد کرخه به چه صورت است؟ میدونم که خود شما جزء پایه‌گذارای سد کرخه بودید. ما اونجا سپاه پیمانکار بود، من اونجا بدنه سد کرخه رو انجام میدادم. بله سد کرخه تو حالت عادی خیلی خوبه. تا پیروز که من صحبت کردم تو تراز 224 بود، یعنی تو حالت عادی و نرمال. و این همه که میگفتن آقا میشکنه این حرفا نیستن، مگه قرار سخت بشکنن توی مملکت. علت این هستش که ما اومدیم تو آب، تو رو خدا بعدن نگید شعاف کردن و کار تبلیغاتی کردن. توی مشنگ گفتی مردمم گفتن چشم، دیگه نمیگیم شما کار تبلیغاتی کردیم. اگه وقاحت رو میشد به برق تبدیل کرد این یارو خودش تکیه نیروگاه کامل بود. در هفته گذشته سپاه تروریستی پاسداران رسما رفت توی لیست تروریستی و گربه رقصوندن‌های آخوندام ادامه پیدا کرد. اولش که نماینده‌های مجلس آخوندی رخت و لباسای دیگه‌شون رو انداختن کنار و با لباس واقعی خودشون یعنی لباس تروریستی سپاه اومدن تو مجلس. آره از این به بعد دیگه ارتش آمریکا نمیتونه معاملات ریالی بکنه، سلاحای ساخت نظام رو هم نمیتونه بخره. این قپی اومدن و هارت و پورت رژیم یه چیزی تو این مایه هاست. اگه آمریکا لایحه تحریم مجلس نظام رو هم از سر بگذرونه از این یکی دیگه نمیتونه جون سالم به در ببره. آره موحدی کرمانی خودش لباس پاسداری پوشید و رفت تو نماز جمعه. میگن تا همینجا یه 200-300 نفری از نظامی های کشورهای مختلف کارشون به بیمارستان کشیده، روده هاشون از خنده پیچ خورده. آقای ترامپ با دم شیر بازی نکن. او میتواند اگر رهبر اجازه دهد با قدرت موشکی خود تل‌آویو رو با خاک یکسان کند. رژیم تو دانشگاه آزاد یه همایش را انداخت به اسم من هم یک سپاهیم. مشنگستانی بود برای خودش. ضمن اعلام انزجار از سیاست‌های دولت بیخرد و تروریست پرور آمریکا در اقدام نابخردانه قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی، حمایت همه جانبه خود را
از این سربازان سبزپوش اعلام می‌دارد. آسش این مشنگه نبود، آسش ولایتی بود که دیگه خیلی خطرناک شد و گفت منم یک سپاهی هستم. یک بار دیگر تاکید میکنیم که همه ما یا بالفعل یا بالقوه سپاهی هستند. اگر علیه سپاه امریکایی ها کاری میکنن، در حقیقت در خانه کاخ شیشه‌ای خودشون نشستن و بیرون سنگ پرتاب میکنن. بعدش هم اومد حرف بزنه، راه رفت و بیشتر پای اسمگذاری رو صفر کرد. خرفت تو همون سخنرانی دخالت‌های سپاه تو منطقه رو لو داد و قاطی صحبتاش گفت سپاه پاسداران تبلور حضور ایران در سوریه بود. یکی نیست به این ولایت مدار همیشه خمار بگه تو برو اول شعرهایی رو که از قبل تمرین کردی درست بخون، حرف جدید زدن پیشکش. یا مثلا در غزل دیگری که می‌فرماید که ای برندان مکنه زاهد حالا بیت اولی شدم بیاد عرض میکنم، ولی بیت آخرش میگه حافظ اگر حافظ اگر بله اگر خلاصه جامی به کف آوری در انتهای غزل میفرماید که اگر جامی به کف آوری از اون جایی که باید به کف بیاری، یعنی از می وحدت، تو رو یکسره میبرن به بهشت. میگه که بله ای برندان مکن ای زاهد چی بود؟ من نمیتونم به زبان شما زیباست. بله ای برندان مکن ای ولایتی یه پیشبینی هم تو حرفاش کرد، گفت لیستگذاری باعث همدلی و نزدیکی بیشتر تو نظام میشه. یه نمونهش تو این برنامه تلویزیونی و اظهار نظر یه پاسدار از جناح خامنه‌ای در مورد شیخ بری ثابت شد. سعد، ما قسمت پایانی برنامه‌مون چند تا فیلم و تصویر بهتون نشون میدیم. فیلم که میگم در مثلا 10 ثانیه 15 ثانیه با 2-3 تا عکس. شما نظرتون رو کوتاه در با اینها برای ما بفرمایید. ناراحتی تحریم برداشته شده؟ کاسبان تحریم ناراحتید؟ میخواید تحریم برگردانید؟ تحریم بر نمیگردد. چند روز قبل از انتخابات 96 میگن اینا رو این آقای آشنا بهش یاد میده و خط این داستان اینها رو. امروز توییت گذاشته که جواب این عمل تروریستی رو خون رو با خون نمیشه شست اینها و نباید تو این دام بیفتیم. انتقام نمیگیریم. آره انتقام نمیگیریم. اگر این مدل صحبت ها رم او بهش یاد داده اینها، فللاسلام سلام علیکم و رحمت الله الفاتحه. فیلم بعدی یک داستان مضحکی در این هفته‌های اخیر اتفاق افتاده. بد نیست که به اون داستان مضحک من اشاره کنم. بعضیا میگن تعهدی که قبلا با هم بستیم این فعلا قرص و محکم نباشه، متزلزل باشه، بیاییم راجع به موضوع دیگر با هم مذاکره کنیم. این یکی از حرفهای خنده‌دار تاریخه. روان بگم، روان راحت بگم. 2 تا گوسفند داشته باشم نمیدم به ایشون بره بچرونه. 2 تا گوسفند داشته باشم به ایشون نمیدم برای چرونه. تصویر بعدی
نفر اول مشنگستان این هفته آبقوره‌گیر نظام آخوند صدیقیه. بحث علمی این هفتهش باعث شد که برنده های جایزه نوبل شیمی و فیزیک هسته‌ای تو صف وایسن که جایزه هاشون رو تحویل این آخوند بدن و خودشون برن تو افق محو شن. این شما و این رابطه الکترون و پروتون به روایت استفان صدیقی هافکینز. همون گونه که اتم در دایره خودش یک منظومه است و هسته مرکزی اتم به نام پروتون امامت الکترون ها را دارد، با همین روال سیارات با امامت خورشید حرکت میکنند. خدای متعال این قانون رو در میان بشر هم قرار داده. باید همین گونه که سیارات ما خورشید رو طواف میکنن، بشر هم باید دور امامش بچرخد. پس تو نظام آخوندی بسیجی ها باید انقدر دور امامشون بگردن تا سرشون گیج بره. در پایان توجه شما رو به ابتکار یک مهندس جلب می‌کنیم که برای اینکه بتونه بعد از غذا با صرف کمترین انرژی برای خودش کیک سرو کنه یک طراحی هوشیارانه ولی پرهزینه کرده.